کارآفرینی په افغانستان کې راځي چې لاړ شو. من حاجی عبدالباسط. قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. موږ نننۍ برنامې ته موږ غواړو تاسو ته یو نوې خوندوره ویډیو وړاندې کړو او تاسو ته د افغانستان د ځوانانو کارآفریني او د تاجرانو هغه فعالیت چې په افغانستان کې کړی او ځوانانو ته یې کار جوړ کړی در وښیم. چېرته چې درېدلی یم د سمنګان د کابل مزار سمنګان عمومي شاهراه ده او دا ځای چې تاسو ګورئ ډېر یو ښکلی مسافرخانه او رستورانت ده چې دلته د سمنګانو خلکو ته د یو موفقه تاجر لخوا داسې جای جوړ شوی ده چې د سمنګان ځوانان وکولی شي دلته خپل فعالیت وکړي. سمیع جانه موږ تعقیب کوي تر څو زموږ لیدونکي هم د دې دوی فعالیتونه وګوري، د دې دوی د فعالیت څانګې وګوري. نو تاسو هم داسې یو انګیزه پیدا کړئ چې وکولی شئ د افغانستان نورو ځوانانو ته فعالیت وکړئ او داسې ځایونه جوړ کړئ. زما په دې څنګ کې سمیع جانه په دې حصه کې شته ودرېږم. مدیر صاحب سره به زه یو مرکه ولرم د دې ځای په هکله او تاسو به غوره معلومات د دې دوی د تاجر صاحب د فعالیت په هکله به تاسو معلومات درکړي. سلام علیکم مدیر صاحب محترم. امید که خوب خوش صحتمند باشین. جور از بخیر هستین، صحتتون خوب زنده باشین، بخیر باشین. مدیر صاحب محترم امروز آمدیم به رستوران موفق شما خوش آمدید که توسط یکی از تاجران موفق اینجا ساخته شده به خاطر جوانان سمنگان و جوانان سمنگان هم اینجا کار میکنند تا که معیشت خانواده خود پوره بکنند. یک معرفی کوتاه از خود برای بیننده عزیز ما داشته باشین. اسم ما کریم جان، مدیر مسئول رستوران مرحوم حاجی عبدالصمد اربابزاده می باشه. مدیر صاحب محترم ما معرفی شما را به بیننده عزیز ما داشتیم. میشه درباره امیر رستورانتتان به صورت عمومی یک معلومات کامل برای ما بدین که رستوران شما از کدام سال آغاز به فعالیت کرده؟ رستوران ما از تقریبا 8 ماه میشه که فعالیت میکنه. 8 ماه میشه فعالیت داریم. ماشاءالله پخت و پز ما بهتر و خوبتر است. ما مشتری های از دور داریم که جامعه برای غذا خوردن. ما چند بخش داریم اینجا که بخش کباب است، بخش آشپزخانه مستقل از دیگی، قبرغدا، آش، لوبیا. با اینجا مستقل دیگه آشپزخانه داریم که خاص قابلی است. بسیار خوب. اینجا یک بخش دیگه اون طرفتر داریم که چپس و برگر هم داریم. بسیار عالی. بله مسافرخانه هم پشت سر ما مسافرخانه بسیار مجهز هم داریم. دیگه مشتری ها از داخل شهر هم اینجا حضور میارن، تشریف میارن او در غیر موتری که طرف کابل یا مزار به قندوز به پل خمری این موترهای شخصی هم اینجا غذا خوردن پاید میشن. بسیار خوب، بسیار عالی. مدیر صاحب محترم گفته شده که این جایی که به نام رستوران مسافرخانه مرحوم حاجی عبدالصمد اربابزاده است توسط فرزندشان اینجا اساس گذاشته شده که به نام حاجی صاحب عبدالباسط است و برای جوانا یک کارآفرینی ایجاد شده تا جوانان سمنگان، کسانی که واقعا نمیتوانستند که معیشت فامیل خود پیش به پیش برن، اینجا کار برایشان ایجاد شد. دیگه درباره همین صحبت بکنیم که چند پرسنل شما در اینجا دارین؟ ما اینجا 12 پرسنل بسیار مجرب، بچه‌های بسیار خوش اخلاق ما هستند. دیگه از خلیفه کبابی ما هم ماشاءالله 4-5 رقم کبابی دارند که تهیه میکنند برای مشتریان. خلیفه آشپز ما ماشاءالله دیگه صدیق خورم میگن که اکثریت مردم سمنگان به این نام و به این آشپز آشناستند. به می قسم کسی که دیگی و قبرغدا جور میکنه هم یک از خلیفه های بسیار مجرب. پرسنل هم داخل جای زنانه مردانه همه چیز مجهز است. بسیار خوب، بسیار عالی. مدیر صاحب شما از خود اندکی بگوین
که از چه زمان دیگه مدیر مسئول هستین و پیش از این چی کار میکردین و حالی آیا راضی هستین از مدیر مسئولیت خود یا نه؟ در پیش و بر صورت کابل بودم، یک مدتی میشه سمنگان هستم همیجا که تاجی صاحب عبدالباسط به صفت مدیر مسئول به می رستوران ازش ما به این طرف همیجا وظیفه در کل راضی هستم. همیجا از نوعی پایم با وجود معیوب هستم، همیجا مدیر مسئول دیگه با مردم بسیار یک رفتار خوبی داریم. بسیار عالی، بسیار خوب. مدیر صاحب شما نام خدا بخشای خود معرفی کردین. اگر اجازه شما باشه با آشپز شما هم که در بخش برنج از صحبتی داشته باشیم و درباره پخت و پز برنج صحبت بکنیم که چگونه است، مشتری از پیشان راضی است. اجازه تان خواست. ماشاءالله این صدیق جان خورم قابلیشان بسیار غوا و پاکده. خب مشتری های بسیار دوری ما داریم که هم از قبلا هم همیجا بودن. عادی مشتری های ما یعنی 5.5 سر برنج دیمی آشپزخانه دم میشه. هنوز کمبوتی داریم، کمبوت میکنه. دیگه بتونیم که انکشاف بدیم باید اضافه شد. مردم اینجا اگر شما ساعت 12 نیم بجه جا کمرتان باشه که چقدر مردم همون تو از داخل شهر دیگ و کاسه‌ای که میارن سیار با فامیلای خود که میبرن برشان نمیرسه. بسیار خوب، بسیار عالی. مرسی. اجازه تان اگر باشه ما بریم امروز اونا یک صحبت داشته باشیم. عزیزانو دلته دې د دروازه کلک کړې ده خو د دروازه به داسې وازه کو نو دلته به لاړ سو له آشپز صاحب سره به مرکه ولرو دا به دروازه هم داسې وازه پاتې سي. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. جوان عزیز خوب هستین شما؟ عافیت دارین بخیر؟ البته بگم که آشپز صاحب بله امروز چی دم کردی؟ قابلی دم کردم. پیش از اینکه سری اصل مطلب بریم خود یک معرفی بکن. نامم صدیق خلیفه صدیق آشپز. بسیار عالی، بسیار خوب. یعنی امروز برنج دم کردی؟ بله. برای عزیزا و همشهریای ما که میان اینجا نان میخورن و امرای اندیوالا میان یک دیره میگیرن و بله بله. چی نوع برنج امروز پخته کردی؟ اینجا در نام ازبکی میگن دیگه، قابلی ازبکی. خب قابلی ازبکی است. برنجش از کجا است؟ زردکش از کجا است؟ کشمش از کجا است؟ گوشتش از کجا است؟ کلش از شهر میخریم ما دیگه. نه از شهر میخرین، شاید از هر ولایت متعدد داره دیگه اینجا برنجش خو از همون طرفای خارج میاد دیگه، پاکستان و هندوستان هم اونجا میاد. خب دیگه چیزا دمجا پیدا میشه. دمجا پیدا میشه. چند کیلو امروز دم کردی؟ امروز 6 سر قابلی دم کردیم. 6 سر قابلی به خاطر یک روز کامل؟ تا ساعت 1:20 خلاص میشه. یک دیگه کاملش؟ بله. شب باز اینجا دیگه دم میکنیم. خوراکش چند است؟ 160 افغانی. خب 160 افغانی. چند نوع چیز دارین شما در اینجا؟ در زمین قابلی مثلا تا خوراک 800 700 500 400 300 مولنگ جوره 3 نفره 4 نفره. یک مولنگ کلان که این قدر یک دست سمیر چند میلیون میکنه؟ 500. 500 بله. بی ارزان نیست؟ خب مشتری راضی باشه. مشتری راضی باشه. بالکل. تشکر از شما سلامت که برای ما وقت دادین و در بخش برنج تا صحبت کنین. عزیزانو ما که با وسلارسو هغه څنګه کې هغه دوی الته کباب هم لري، الته به لاړ سو هغه سره به خبرې اترې لرو د کباب پاکله او مکتبه د دې رستوران د کباب پاکله به معلومات هم راکړي. عزیزای دل همراه ما باشین تا بیایم پیش خلیفه کبابی و همراه اینا صحبت بکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ عافیت دارین بخیر؟ خیر و خیرات. میشه با می کباب خوشمزه برای بندای عزیز ما یک معرفی داشته باشین؟ کبابای بارس. اول خود یک معرفی بکنید که اسمتان چیست؟ از کجا هستین؟ اسم ما برهان‌الدین از ولایت سمنگان. بسیار عالی، از ولایت سمنگان زیبا. بله. و در اینجا بخش کباب بخش کباب است. دوست دارین؟ کباب خدا میکنیم، کباب اخته میکنیم. خب خلیفه جان میشه برای بنده عزیز ما بگوین که چند نوع کباب در می رستوران دارین؟ کباب گوشت است، کباب شامی است، کباب مرغ است، کباب جگر است. بسیار عالی. و چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ 2 ماه میشه که اینجا کار میکنیم. 2 ماه میشه اینجا کار میکنین. از کار خود راضی هستین؟ بخیر. بله. حاجی صاحب همین جایی که برای شما جو کرده تا که شما فعالیت بکنین، از اینا خوش هستین؟ راضی هستین؟ بله از اینا خوش هستیم، راضی هستیم. از دستمزدتان چطور؟
نه خوش هستیم. خوش هستین؟ بله. درباره سمنگان یک کمی بگو، درباره چکرهایش، درباره فعالیتاش. آیا سمنگان چکر میزنی؟ وقتی چکر داری یا نه؟ یا مشتریات زیاد است؟ نه مشتریات زیاد است، با وقت چکر نیست. وقتی بیکار باشیم با چکر میزنیم. خب باجی صاحب شما نمیبره کدام روز من حیث یک دیره میره ببره، یک جنگل منگل، یک ساتیری باشه، یک اوبوزی باشه، یک چکر باشه؟ نه میبره باز. میبره؟ ها رقم باز. کدام روز مثلا؟ یک روزای جمعه، یک روزای. خب چکر باشه بعد میبره. بسیار خوب، تشکر از شما. زنده باشین. زمین باشتان عزیزان، دا کباب دی داشت تاسو ګورئ داسې ولې مزهدار کباب دی او داسې غوړي هم ترې څکېږي. دلته اور ده، په دې اور کې داسې پککۍ او دلته ږدي، بیا دا خپل مشتریانو ته وړي. عزیزانو موږ سره مل واوسئ. دلته په دې څانګه کې ډېرې دلته یو ښه ښکلي اشپزخانه لري. دلته نور شی لکه لوبیا او دا شیان پخېږي دلته. نو راځئ دلته یو چکر له دې سره خبرې اترې ولرو او له دې ځایه به هم تاسو ته ویډیوګانې دی کوسمی جان لږ زر طرف ما تعقیب که. سلام علیکم برادر عزیز، خوب هستین شما؟ عافیت دارین؟ بخیر زنده باشین. من این طرف ساشم که در کامرا خوبش معلوم شوم. درباره اینجا راستی پیش از گپ بزنم خود یک معرفی بکو برید. نه عزیز ما عبدالواحد هستم از ولایت سمنگان. خب از ولایت زیبای سمنگان. همین زیبا را از دان خود نکشین دیگه، زیبای سمنگان. دیگه مسئولیت تو در اینجا چی است؟ مسئولیت ما در اینجا آش است، قبرداغ است، دیگی است. خب قبرغداغ و دیگی و اینا را قابلش داره که پخته بکنی؟ بله. چند سال میشه کار میکنی؟ تقریبا 2 سال شد. خب 2 سال میشه کار میکنم. امرای حاجی صاحب چه وقت میشه که هستی؟ امرای حاجی صاحب 3-4 ماه شد که هستیم. از پیش همراه خلیفه بودیم در هتل‌های بین شهر. خب بله. حالی دیگه مستقل شدین؟ حالی مستقل شدین پیش حالی خودتان دستمزد پیدا میکنین. اون وقتی تو بود که خلیفه تان مزدتان میگیره باز بر شما تقسیم میکرد. حالی خودتان مزد خود میگیرین از مدیر صاحب. بله. در اینجا قبرغداغ پخته داری؟ فعلا قبرغداغ او بسیار داغم بودی. خب قبرغداغ ندارین تالیره؟ نه خلاص. نه پخته میکنین. در این بخش آش هست دیگه. این آش هست. اینجا تخم پخته کردین. اینم کرایه جور کردیم برای خودمون. 2 شاگرد. خب خودتان هم نان صبح تال نخورد. نزان منگه ساری وقت دلته برنامه شروع کردن و دومره بیروباره کم نسته. په دې څنګه چې تاسو ګورئ آشپزخانه ده. چطور است نظافت خو مراعات میکنین دیگه ان شاء الله؟ بله نظافت مراعات میکنیم. تشکر از شما. زنده باشین. عزیزانو په دې څنګه کې خو تاسو د هوټل هم ولیده، د دې آشپزخانه هم ولیده. په دې څنګه کې ډېر یو غټ سالون لري او سالون شارټونه هم تاسو وښیي. مدیر صاحب ما خو همراه تمام پرسنلتون یک صحبتی داشتیم دیگه. اگر شما وقت داشته باشین بریم مسافرخانه رو بیننده عزیز ما نشان بدیم که مسافرخانه شما رو ببینن، چون مسافرین بسیار زیاد میره از مزار تا کابل و بیننده عزیز ما که از اینجا رد میشن مسافرخانه رو فراموش نکنن. درست است. بریم فقط اینجا نزدیک پاری ماست. بسیار اینجا تشریف ببرین ببینین از نزدیک. بسیار خوب. قضاوتش باز بکنید خودتان. بسیار خوب. بسیار عالی. عزیزانو تاسو باید دې شارټونه وګورئ. موږ به مسافرخانه ته لاړ سو، هغې جانب هم تاسو شارټونه درکو، معلومات به درکو. نو بیا به زو د سمنګان ښایسته نورو ځایونو ته او تاسو په نورو ویډیوګانو کې نور معلومات وړاندې کوو. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې د رستورانت په هکله معلومات حاصل کړه، په دې ځای کې ډېره غټه مسافرخانه ده. نو مدیر صاحب هم ورسره درېدلی دی. ډېرې په هکله به ځینې معلومات لرو. مدیر صاحب رستوران ته خو 8 ماه میشه که جور کردیم. مسافرخانه رو چه وقت میشه که آغاز کردیم؟ مسافرخانه در حدود 2 ماه کمتر میشه، 2 ماه میشه تقریبا. ایجاد کردین؟ بله دیگه. سالون نمبر 1 قبلا بود، در جمع سالون نمبر 2 با اتاقای مجهز. خب 4 تا اتاق است. میتونن که از طرف روز جای زنانه استفاده شود، از طرف شب مسافرخانه. بالکل. بله بسیار عالی. چقدر ساحه است همین؟ اینمی شاید در حدود
یک بسته جای باشه. یک بسته جای است. اینجا شما در بخش جدا جدا اتاق ایجاد کردین در این بخشا مدیر صاحب، این به خاطر چی است و این ساحه به خاطر چی است؟ این اتاقا قبلا نقشش قسمی بوده که بالا دکان است، پایین تو تاکوی است که ما خواستیم میرم یک سالون هم داشته باشیم، از این اتاقا به مسافرخانه استفاده کنیم. بسیار عالی، بسیار خوب. یعنی اینجا مسافرینی که میان اینجا غذای خود میخورن و زمانی که شب خواب میکنن در اونجا میرن. بله، ما در اونجا جای ما یک ذره خرد بود، سالون نمبر 1. خب ما اونجا که مشتری های ما بسیار با تکلیف میشدند که ما کجا بشینیم، جای شیشتن نبود. باز آجی صاحب آجی باسط همیجا را هم گرفتن، بسیار مصرف کردن که اینجا با این قسم نبود، کاشی گرفتن و البته دسترخوان‌های چوبی و جور کردن این اتاق‌ها را رنگ روغن و دیگه آماده کردن برای مشتری ها که بیاین همیجا آزاد بشینن. از طرف شب ما یگان موتری 580 از میمنه مزار هم اینجا توقف میکنه، از اینکه ما اونجا بسیار مشتری ها که ما دیگه جای خوردی میکرد اینجا آزاد میتونن بیاین غذا نوشجان کنن. بسیار عالی، بسیار خوب. اگر اجازهتون باشه مدیر صاحب، من یک برم یک جکرم دشاتا می اتاق را نشان بدم. چی نظر دارین عزیزانو؟ په دې څنګه کې د دې اتاقونه جوړ کړي سمې جانه ته په دې خواته تاسو دلته دا اتاق تاسو ښکاري. نو څنګه چې تاسو ګورئ دا اتاق توشکې لري، فرش لري او داسې ښه فضا لري، کولر لري. نو په دې څنګه کې هم داسې نور اتاقونه دي په یو شکل. یو څه چې عزیزانو په دې څنګه کې ډېر مهمه دي، د دې ځای د سمنګان برق ده. نو برق دلته نه ځي، د دې دوی د ازبکستان ترکمنستان برق داسې راځي، د سمنګان له ښاره تېرېږي او هماسې کابل خواته ځي او بل سهولتونه ډېر زیات دي. هوا یې ډېره ښایسته ده، ښه ده. مدیر صاحب درباره سمنگان هم اندک امروز ما صحبت بکنیم که سمنگان چگونه یک جایی است که بنده عزیز ما از روایت شما یک بار بشنوه. ولایت سمنگان قسمی که سمنگان از تخت رستم در اینجا هست، بسیار یک جای تاریخی است. تخت رستم بسیاری از ولایت ها حتی گردشگرای خارجی میاین به خاطر همین تخت رستم دیدن میکنن. اگر اینجا عبور بکنن به می رستوران هم غذا میخورن. بالکل همینجا بیاین پیش ما یا گردشگرا می باشند، گردشگرای خارجی البته. بله. منظرم چند روز پیش از کشور استرالیا برای شما در اینجا بله خارجی آمده بود، از جرمنی ما آمده بودن. منظرم در اینجا در رستوران شما و مهمان نوازی شما را با ویدیو بالا کردن. بله ما اینجا کل با کامرا هستن، البته کامرای امنیتی داریم، یعنی 8 کامرا داریم، سالن بالا پایین البته یا ثبت هستند. در کامرا شهروندای آلمانی هم هستند، از سوزیلند هم هستند، دیگه چینایی ها زیادتر هستند، همینجا تشریف میارن. بسیار عالی، بسیار خوب. مدیر صاحب جا را دیدیم، بنده عزیز ما درباره معلومات از کردن از آن تاسو دیده شارټونه وګورئ، بیا بل سره خبرې لرو. عزیزانو دا واز موږ نننۍ برنامه هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي. نو له مدیر صاحب نه یو پایلنی پیام غواړو ولرو. مدیر صاحب عزیز، پیام آخری تان. پیام آخر خوش آمدین به ولایت سمنگان، صفا آوردین. زنده باشین. دیگه برادر پیام برای مردم سمنگان که همیز که هر وقت اگر اینجا بیاین انشاءالله از پیشان قدردانی میشه، خوش بیاین، صفا بیارن. در کل بر خود شما گفتنی ما همی است که شما با تصویر کشاندین، مگر ما با قلب خود اما یک شعری که ای کاش روزهایی که می دیدمت نگاهت را ذخیره می کردم برای روزهای دلتنگی هم. در کل افغانستان خوش و آرام. زنده باشین. تشکر از شعر زیبایتان، تشکر از خدماتی که برای ما انجام دادین. قدرمنو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل شیر کړئ، لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. ښایسته کومنټونه د ډېرې پاک له ولیکئ. لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه.